مهندس علیزاده، سرمایه‌گذاری املاک. سلام خدمت همه شما دوستان گرامی. دوره ای را آماده کردیم تحت عنوان دوره رایگان خدا حافظ مستاجری. این دوره حاصل چندین سال تلاش، تجربه و دوره‌های بسیاری بوده که برگزار کردیم. اگه شما دوستان با من همراه باشید و نکته به نکته این نکاتی رو که خدمتتون عرض کردم رو رعایت بکنید و انجام بدید، من به شما این قول رو میدم که خیلی زودتر و با هزینه خیلی کمتر از دیگران بتونید خونه دار بشید. پس با من همراه باشید. میخوام داستان دو برادر رو خدمتتون عرض کنم که تفاوت این دو برادر در یک مدت زمان متوسط مسیر اقتصادی زندگیشون چقدر با هم متفاوت میشه. این داستان بسیار آموزنده و واقعی هست. این دو تا برادر به نام محمد و علی اختلاف سنی زیادی با هم نداشتن. زمانی که ازدواج میکنن دو تا مسیر متفاوت اقتصادی رو طی میکنن. خانم محمد شخصیتی داشت که اولویت اقتصادی زندگیش بیشتر لباس و ماشین و عرضم بزرگ که مسافرت های اینچنونی بود. ولی خانم داداش دیگه شخصیتی داشت که اولویت اول زندگیشون خونه بود. یعنی تلاش کردن که اول مسیر خونه دار شدن رو طی بکنن. این دو برادر با این دو تا همسری که داشتن مسیرهای متفاوتی رو شروع کردن. بعد از گذشت 7-8 سال چه اتفاقی برای زندگی اینها افتاد؟ محمد که همسرش بالخرج بود و اولویت اول زندگیش خونه نبود، هنوز هم که هست مستاجره و هنوز هم که هست داره خونه‌ش رو از این منطقه به اون منطقه جابجا میکنه. ولی علی که خودش و همسرش اولویت زندگیشون خونه دار شدن بود، تمام تمرکز و انرژیشون رو گذاشتن برای خونه دار شدن و اینها بعد از مدت 7-8 سال الان خونه دارن و خونه اونها چند میلیارد الان قیمت میخوره. یعنی هم صاحب خونه شدن هم صاحب سرمایه. از این به بعد درآمدهایی که کسب میکنه این فرد در زندگی اقتصادیش بسیار نمود پیدا میکنه، چون هر چیزی که میاره صرف رفاه خانواده میشه، نه صرف اجاره خونه. ولی محمد هر پولی که به دست میاره 50% اون باید صرف اجاره خونه بشه. فقط این زندگی اقتصادی این دو شخص در یک نکته با هم فرق داشت که اولویت اقتصادی زندگیشون در چی باشه. خونه خریدن برای همه شما یک امر واضح و مشخصه. همه شما دوست دارید خونه دار بشید. ولی نکته مهم اینه که آیا خرید خونه رو جزو اولویت‌های اول زندگیتون قرار میدید یا نه؟ اگر جزو اولویت‌های اول زندگیتون قرار ندید، قطعاً مطمئن باشید که بسیار از لحاظ اقتصادی ضرر میکنید. پس اگر میخواید جزو کسایی باشید که هم خونه داره و هم مسیر اقتصادی خوبی رو طی میکنه، شما باید اولویت اول زندگیتون بحث خونه دار شدن باشه. پرسود و با برکت باشید.